آرزون تبریک میگیم. خدای آزاد بازی خیلی خوبی بود. آقای طارمی 8 تا بازی 8 تا گل. باز میخوام. کنیم آقای انصاری تبریک میگیم بهتون. سلامت باشین. خدا رو شکر بازی خوبی بود. همین که تونستیم برنده بازی باشیم و یه قدم دیگه نزدیک شیم به جام جهانی مهمترین قضیه بود و تبریک به همه مردم ایران، مخصوصا اونایی که اومدن استادیوم ما رو حمایت کردن. واقعا دست تک تکشون رو میبوسیم. ان شاءالله که بازی ازبکستان هم بیان حمایت کنن و دیگه تمام کنیم قضیه جام جهانی. خیلی فکر می‌کنم با این مورد ما رفتیم جام جهانی دیگه، یعنی برو فکر نکنم. فعلا ما 3 تا بازی دیگه داریم، هر بازی هم حساسیت خاص خودشو داره. امیدوارم که تو بازی‌های بعدی هم برنده باشیم. خیلی فکر نمی‌کردم مثلا ورزشگاه پر بشه چون ایام نوروز بود و هواداران نبودن اکثرا، ولی نشون دادن که امروز حمایت خوبی از تیم ملی می‌کردن. واقعا دستشون درد نکنه. من گفتم بازم میگم دست تک تکشون رو میبوسیم. امیدوارم که تو بازی بعدی هم ما رو حمایت کنن، بتونیم یه قدم دیگه برای جام جهانی برداریم و صعود کنیم به جام جهانی. فکر می‌کنم راحت داریم می‌ریم جام جهانی. تو چند سال گذشته اینطور نبوده. اینقدر هم که شما میگین راحت نیست. این فکر کنم زحمت و تلاش همه کادر و همه بچه‌هایی که تو این 6 سال زحمت کشیدنه و شاید شما حالا امروز رو می‌بینید، ولی واقعا تو این 6 سال خیلی تلاش کردیم، خیلی زجرها کشیدیم تا به این روز رسیدیم. آقای ابراهیمی سلام، تبریک میگم بهتون. نظرت راجع به بازی؟ مرسی. خدا رو شکر بازی خوبی انجام دادیم و تونستیم بازی رو ببریم و اینکه فکر می‌کنم این همه مردم اومدن از تیم حمایت کردن و مثل همیشه یار دوازدهم تیم ملی بودن، تونستیم خوشحالشون برگردونیم خونه. خیلی خوشحالیم و امیدوارم بتونیم این روند ادامه بدیم و در آینده بازی هم پیروز بشیم و صعود مسجل بکنیم ان شاء الله. فیکس بازی کردن تو تیم ملی چه لذتی داره؟ خب بالاخره من همیشه بازی کردم، تلاش می‌کردم که بهترین عمل کردم داشته باشم و خب اینکه به هر حال میتونی به عنوان یه سرباز مملکت جزئی از بازیکنان تیم ملی باشی که بتونی کمک بکنی به تیم ملی کشورت، خیلی لذت بخشه و خوشحالم از این بابت که دونستم به تیم ملی کشورم کمک می‌کنم. ما دیگه کارمون تمام شده دیگه، رسیدیم جام جهانی. نه آقای فکریش همش نظرش همینه که هیچ چیز تموم نشده و ما باید 3 تا بازی آینده هم با اقتدار بتونیم بازی کنیم و برنده بازی باشیم و با اقتدار صعود کنیم جام جهانی. خیلی ممنونم. خیلی خوشحالیم تونستیم 3 امتیاز بازی بگیریم. خیلی مهم بود این بازی برامون که بتونیم تو خونه این روند خوبمون رو ادامه بدیم جلوی این همه هوادار، مردم عزیزمون. تو ایت از این بهتر فکر نمی‌کنم بشه. ما برای اولین بار تو تاریخ داریم دبل می‌کنیم راهیابی به جام جهانی رو و خیلی‌ها میگن دیگه راهیابی ما به جام جهانی 100% شد. شما همچین نظری دارید؟ نه خب 100% نشده، ولی میتونم بگم که خیلی نزدیک شدیم و همونجوری که گفتم بازی پیش میریم و 3 تا بازی مهم دیگه داریم، چون که حالا همونجوری کادر فنی همیشه بهمون میگن هر بازی برامون یه فیناله. ان شاءالله بتونیم 3 تا بازی بعدم عملکرد خوب داشته باشیم و با 3 امتیاز دل مردمون رو شاد کنیم. شما تو مصاحبه با رسانه اف سی گفتید که بیشتر از همه شما و سعید عزت‌اللهی برای درست کردن موتون زمان می‌ذارید. الان رفتی دوش گرفتی، چقدر زمان گذاشتی برای اینکه موهاتو درست کنی؟ 2 دقیقه. نه اون یه شوخی بود، بیشتر فام بود، ولی خب بچه‌هامون ماشاءالله همه خوش‌تیپن و قطعا برای خوش‌تیپیشون تایم می‌ذارن و قطعا مهمه و ولی خب فوتبال خیلی مهم‌تره. می‌بینید که بازی بچه‌ها دارن فوق‌العاده کار می‌کنن و تمام سعی و تلاش بچه‌ها اینه که دل مردم رو شاد کنن و خدا رو شکر اتفاق افتاده. ان که ادامه داشته. خیلی ممنون. اینجا تبریک بهتون. برد شیرینی بود و ایدی خوبی دادید به مردم کشورمون. فکر کنم ایدی خیلی خوبی بود. 2 تا برد شیرین، اولا بازی تو قطر و امروز تو چین جلو هواداران خودمون که واقعا ازشون تشکر میکنم با این تعداد به این زیادی اومده بودن. نیمه اول فکر کنم بازی رو شروع کردیم، خیلی پرس کردیم، موقعیت گل زیاد داشتیم، متاسفانه نتونستیم گل بزنیم. نیمه دوم خدا رو شکر زود گل زدیم و دیگه اونا باید میومدن ما رو پرس میکردن اما دیگه نتونستن خطرناک بشن و 3 امتیاز خیلی شیرینی بود امروز. آقا تیمتون هرنفن تو نیم فصل دوم لیگ هلند شرایط خوبش تو نیم فصل اول نتونست ادامه بده. نظرتون چرا افت کرد تیمتون تو لیگ هلند؟ راستش رو بخواین الان 1-2 تا مصونیت بازیکن‌های خیلی مهم کلیدی که مصدوم شدن، این خیلی مهم بود واسمون و تیممون خیلی جوونه، یعنی سال پیش بچه‌ها خیلی کم بازی کرده بودن دیگه. یه تیم جوون برد و باخت زیاد داره و الان اول فصل خیلی خوب کار کردیم، الان یک کم تیممون نتیجه نگرفته، اما مطمئنم که دیگه این 10 تا بازی آخر نتیجه‌های خوبی خواهیم گرفت. خیلی ممنون. زنده باشید.
تو روزی که تیم ملی نیاز به حمایت مردم داشت، هواداران سنگ تموم گذاشتن و ورزشگاه رو پر کردن. استقبال به قدری بود که خیلی ها راهی به سکوها پیدا نکردن و راهی خونه هاشون شدن. بره آقا بره. جا نیستش که هیچی نه، یه حداقل 2 تا تلویزیون بزرگ بیرون نمیذارم بشینیم بازی رو بیرون نگاه کنیم. انقدرم جمعیت اومده اصلا هیچی به هیچ. کیپ تا کیپ آدم. برد امروز رو تقدیم به تمامی هواداران خوب تیم ملی بکنم که امروز بله گفتن به ما و تشریف آوردن استادیوم و از تیم خودشون تیم ملی حمایت کردن. برنامه تیم ملی برای شکست چین متحول شده از نیمه اول کلید خورد، اما موقعیت‌ها یکی پس از دیگری از دست رفت. و نیمه اول فکر کنم خیلی خوب بازی کردیم، خیلی موقعیت گل داشتیم و خیلی پرس کردیم چینو. در نیمه دوم هم شاگردان کیروش توپ و میدون رو در اختیار داشتن و این بار با زدن یک گل و حفظ اون تا پایان بازی برنده از زمین خارج شدن. درسته یک گل زدیم ولی موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، میتونستیم گل‌های بیشتری به ثمر برسونیم. هر بازی موقعیت زیاد خلق می‌کنیم. حالا قبلا همیشه میگفتن تیم ملی موقعیت زیاد خلق نمی‌کنه، ولی تو این چند تا بازی نشون دادیم که واقعا هجومی هم خیلی خوب داریم کار می‌کنیم. تیم ایران با کیفیت بالایی بازی کرد و گل نخوردن این تیم نشون میده که خیلی منسجم هستن. ما همچنان باید بیشتر کار بکنیم و به ویژه در کارهای دفاعی باید بتونیم انسجام بهتری کسب کنیم تا در 3 بازی آینده نتایج مطلوبی به دست بیاریم. حالا تیم ملی کشورمان 17 امتیازی شده و با شکست ازبکستان در بازی بعد میتونه راهی جام جهانی 2018 روسیه بشه.